و در حالی که مناقشه میان ایران و آمریکا ادامه دارد، پیامدهای ژئوپلیتیکی آن هویداتر می شود. از جمله حکومت‌های آسیای مرکزی پیش‌بینی‌های استراتژی چند دهه گذشته را درباره تجارت و دسترسی به بازارهای جهانی بازنگری می‌کنند. کن موریاسو، پژوهشگر مؤسسه هاتسون که از آسیای مرکزی به نزدیکی برگشته است، میگوید کشورهایی که زمان ایران را دروازه خود به بحر می‌دانستند حالا به راه‌های دیگر چشم دوختند. در یک صحبت با این کارشناس، خبرنگار رادیوی آزادی در واشنگتن از او نخست درباره جزئیات همین مسئله پرسید. خلاصه مهمترینه که من گرفتم تغییر نگرش‌ها در منطقه نسبت به ایران بود. در اولهای امسال پس از درگیری ماه فوریه، سفیران کشورهای آسیای مرکزی درباره فرصت‌های صحبت می‌کردند که در صورت بازگشت ثبات به ایران می‌توانست ایجاد شود. دلیل آنها این بود که اگر در ایران حکومت سر کار آید که پشتیبان بخش خصوصی باشد، این کشور راهی کوتاه‌ترین دسترسی کشورهای آسیای مرکزی به بندرهای آبهای گرم خواهد بود. در آن زمان خوشبینی زیاد وجود داشت که در صورت ثبات ایران چه فرصت‌هایی می‌توانست به وجود آید. اما در سفر آخر برای من روشن گشت که کشورهای آسیای میانه در حال فاصله گرفتن از این گزینه‌ها هستند. آنها اکنون بسیار بیشتر درباره پاکستان و افغانستان صحبت می‌کنند. کشورهای آسیای مرکزی حل مشکلات برخاسته از تنش‌های موجود میان افغانستان و پاکستان را واقع بینانه‌تر از انتظار برای تغییر حکومت در ایران یا رسیدن این کشور به سطح از ثبات می‌دانند که اسرائیل را به توقف حمله‌هایش وادارد. از نگاه آنها چنین احتمال اکنون بسیار دور به نظر می رسد. بنابراین گزینه یا انتخاب نخستین آنها افغانستان است و اگر این مسیر عملی نشود به دالان اقتصادی چین و پاکستان روی می آورند. این دالان روی کاغذ طرح فوق‌العاده است اما در عمل به اندازه‌ای که انتظار می رفت پیشرفت نکرده است. سوال دیگر از کارشناس این بود که چرا با وجود ناامن بودن افغانستان حکومت‌های آسیای مرکزی حاضرند این کشورها یک بخش از راه حل بدانند نه بخشی از مشکل. یکی از مسئله‌های بزرگترین آسیای مرکزی این آب است. بخش زیادی از منبع‌های آبی منطقه از تاجیکستان و قرقیزستان سرچشمه می‌گیرند و سپس به ازبکستان و قزاقستان می‌رسند. افغانستان دردسر برای آنها زیرا در حال بنیاد کانال نوی است که از همین منبع‌ها آب می‌گیرد. از نظر فنی کشورهای آسیای مرکزی باید از این اقدام افغانستان بسیار ناراضی باشند و به گمانم واقعا هم ناراضی‌اند. اما اگر بتوان با افغانستان رابطه‌های استوار برقرار کرد، این کشور در عین حال ویژگی‌های نیز دارد. به همین دلیل با وجود تنش‌های آبی من شوق و رغبت واقعی را برای گسترش همکاری با افغانستان احساس کردم. و خبرنگاری رادیو آزادی از کارشناسی دانشگاه هاتسون همچنین پرسید که آیا بحران ایران در نهایت نفوذ چین را در سراسر آسیای مرکزی تقویت می‌دهد یا نه؟ برداشتی که من از گفتگوها داشتم این بود که کشورهای آسیای مرکزی نگرانند وابستگی را از روسیه با وابستگی از چین جایگزین کنند، اما واقعیت این است که چین بیش از پیش به یگانه انتخاب عملی تبدیل می شود. قزاقستان نمونه خوب است. مسیر اصلی صادرات نفت این کشور به بحر سیاه عملا در نتیجه حمله های پهپادی خللدار شده است، حمله هایی که به احتمال زیاد با عملیات اوکراین علیه زیربنیادهای روسیه پیوند دارد. در شرایط عادی تقریبا 80% صادرات نفت قزاقستان از مسیرهای بحر سیاه انجام می شود. قزاقستان دو انتخاب دارد، یکی دالان میانی است که از بحر خزر به آذربایجان می رسد. انتخاب دیگر خط لوله موجود به چین است. هرچند قزاقستان بهتر می داند که از دالان میانی استفاده کند، نفت ابتدا باید با نفتکش‌ها از بحر خزر به باکو برده شود و همین موضوع ظرفیت این مسیر را محدود می کند. راه حل زودرس این است که نفت بیشتری به چین فرستاده شد و به گمانم همین اتفاق خواهد افتاد. بنابراین با وجود نگرانی های کشورهای آسیای مرکزی از وابستگی بیش از حد به چین، این وابستگی رو به افزایش است مگر اینکه کشورهای مانند امریکا و ژاپن در زیرساخت‌های بحر خزر سرمایه‌گذاری کنند تا ظرفیت انتقال نفت میان قزاقستان و آذربایجان افزایش یابد. حکومت ایران به شدت می‌کوشد که در این جنگ بازنده نباشد، اما با اقدامات خود در حال از دست دادن آسیای مرکزی است. کن موریاسو، پژوهشگر مؤسسه هاتسون در حوزه مسائل اوراسیا، درباره عاقبت‌های جنگ میان آمریکا و ایران برای
آسیای مرکزی صحبت میکرد. مصاحبه مفصل او را میتوانید در وبسایت azadi.org هم بخونید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.